اینقدر گفتن که قرآن کلام خدا است و بعضیا گفتن که نه، کلام یک فرد است. من باز کردم قرآن را و شروع کردم بخواندن. سوره 10 آیه 5 نور ما از خودش نیست. سوره 21 آیه 30 و هر چیز زنده را از آب قرار دادیم. سوره 7 آیه 57 ابرها سنگین هستند. سوره 55 آیه 19 دو دریای مختلف را کنار هم قرار دادیم که با هم یک جای نمیشن. و صدها گپ دیگه که داخل قرآن ما دیدم. 1400 سال قبل، قرنها قبل از علم قرآن گپاره گفته و 1400 سال میشه که در این کتاب حتی ذره تفاوت نیامده. پس ما با خود فکر کردم، عقل ما قبول نکرد که بگوییم که ایره یک انسان نوشته، چون که قرنها پیش بدون تجهیزات، بدون کدام امکانات، این ناممکن است که یک فرد بیای این رقم چیزا را از پیش خود با دقت بیان بکنه. خب ما قبول میکنم که این سخن خدا است. پس چرا خدا ای را برای انسان ها فرستاد وقتی که قبل از این 3 کتاب دیگه فرستاده بود و قرآن را گفته که از این پیروی بکنین و او 3 تا دیگه باطل هستند؟ چرا؟ ای را با هم دیگه در ویدیوی بعدی بحث میکنیم.